اون کسی هم که سارق خود شما بود بار اولش بود سرقت میکرد یا سابقه دار بود؟ نه، شما رضایت دادین در نهایت؟ نه ببینین، رضایت دادن یه اشتباه بزرگه. این تنها خودم نبودم، این یه مسئله آسیب اجتماعیه. بله. اجتماعی یعنی به مردم ربط داره، به من ربط نداره. اونایی هم که به این شکل وحشیانه مثلا با غمه میاد، نمیدونم زنجیره حالا منو زد، نمیدونم کیف یه خانمو میزنه، شما حسابشو بکنیم چقدر آرامشو از اینا میگیره. به نصرالدین گفتن که این گاو شما لگد زده به گاو ما رو کشته، این تاوان داره؟ گفتش چه تاوانی داره؟ گاو شورش نرسیده زده. گفتن که ببخشید اشتباه کردیم، گاو ما لگد زده به گاو شما رو. گفت بله، بعضی از فقها فتوا دادن که تاوان داره. این درسته که آدم کیلش عوض بکنه، آدم بایستی که راست باشه. اگر همونی که برای دختر خودت میخوای قضاوت بکنی، برای دختر دیگر هم کارو، برای پسر خودت میخوای بکنی، برای دیگر هم همونطور بکن. انسان باید شرافت انسانی داشته